شیم تپوش. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک از شما باشد. اول آخرش الله با شما است چقدر مقصد مردمی نیازمند کمک میکنید. قرار داریم در هندوستان در دهلی در همین ورنیسه جی پی در جایی که امیدجان آورد. از امروز 5 سپتامبر است. امیدجان در چخوای در همون وضع میخواد خانه تورم نبرد. این برادری که ما را دیده سودی این برادر امیدجان اون دورا از دوشنبه از طرف 9 کیلومتر. این بچه جون خب همین محمد رجب دودرک محبت فضل پس گپ رسیم سببش یکی دوستان در دنی برنسی باید باجا سیام کدوریم این دودرکی ما چند ساله کن؟ این 4 ساله از میگم باز خانه پدر خمیدیم انشاءالله. سلام دوستان مهربان، امروز 6 سپتامبر است. ویدیو را تا آخر تماشا کنید که امیدجان چقدر است پدر یکی فرزندش رو 3 اپریل باید بگذرونه از چی میگن استمهره خودش میبرند در مغز سر فرزندش میمونن. بعد خود التماس تماشا کنی کسی پول نداره دعای نکنی. خواهش میکنه مردم تاجیکستان کدمید که همینجا آمدنی همون تاجیکستانی خود ما انالیزهای خوب میتین گرچند برای اپراسیون ها بعضی اپرات ندارن. مقصد بسیار چیزشو اینجا یافته میشه که در اینجا با خدا خیلی قیمت است. بعد خود تماشا کنه که حالی برادرها چه شد. ویدیوهای امیدجان میمونم یا چیزلاش هر گونه هستن و نگیره هر چی بنویسی. الحمدلله خاک چی بوم که در اکران گفتن نمیشه، فقط در حقش دعا کنی. ویدیو استراش نیم گودا که در تلگرام میبره تماشا میکنه برای که جال میزنه یوتیوب اینستاگرام. تلگرام من خیلی میدونه مردم در لیچکا مینویسن، در لیچکا من نویسه در کامنتر ببینید من ذکر پیچ میکنم و در اپیسان ویدیو در روی همه کی زدی روز تلگرام اگه پات بیسات میدره تماشا میکنه ویدیو هم بوده که دعا کنید ده هم. سلام علیکم. این در تاجیکستان میشه ایدهانه بنیش خون سر میکنه میگیرن میورنش چند پیش وارد دفعه یا با بعدی دیگه موضوع وارد میشه و دیگه از شما دارم اختلاف که بود تاجیکستان دیگه بنیش خون سر کرد 24 خلاصه که یک بار آوردن وقتی میبینن همین رگ در خونه رگ در خونه است انالیز پانالیز میسپارن میروان تاجیکستان از شرایط نبودن در فرد میبرن با میگردن میان با سر میکنن خون میان یعنی ایول در میان که میگن اکا باید همین کسلی رگ از طور سر اپیراسه شود استمهره پدرش با دقت گوش کنید استمهره پدرش گرفته در همین اپیراسه رگ اپیراس ایطوری سر میشه و ایطوری سر بیبرد باید استمهره پدرش بگیرن در این بگونه وقتی که انالیز میسپارن که وقتی هم چی میگه اکیگرش میکنن دیلش کسل میکنن بعد دیلش میکنن با اینفکسه در تایی دندونا شد یعنی که یک باره در این بوده که بیچاره 3 کسل میبراید. ببینید باز برای که مقصد این کسل اساسی هم باید بگیرن اپیراسه کنن جراحی دیل اگذاروندن انا با چند خدیگه کرد جراحی بعد 2 هفته پس دیگه 2 هفته بعد باید 14 دندون هم بوده که بچینن اینفکسیه زردوهایی که تا کلیک شما جمع شدگی و رو بکشن بگیرن و شفا بیاورد بعد انشاءالله ای پدرش همون بگیم ای چی میگن استمهرش بگیرن در ای بوده گمونه. ببینید چقدر وزمینه. الله شاهد بومیارم که من اینجا برای زبار کردن مردم نامدم نه که اومدم شرایطی مردم علیه است عذابشون 24 هزار دلار برای اکم مردم سلامتی گفتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برات فرزند ما رو کم تر کسلیش وزمی ما اومدیم با کسلی اساسی بود کسلی دیگه پیدا کردیم امروز کم تر که وزمی موقعی برای مکتب وجود مراجعه کنیم انشاءالله در دست کم تر بیاد. بله این چند خیلی چه؟ 3 خیمه زده نه 4 خیمه شه 4 خیمه شه نه بوده که بیچاره میزنه خیلی درد اختار. اگر یادتون باشه یه سلیمان جان بود که در همون یوتیوب اینستاگرام ها میگردن مثلا پدر همه سومباری وزمی بنده که خداوند درد میتیه که میروه اینجا من دیده استم چقدر وزمین رست خود رفته است هر روزش یک انالیزش بخواه 100 دلار یا 150 دلار یک انالیز چه که داخل 30 چیز چقدر وزمینه. شخصایی که در همونجا هستی وقتی اووردن هندوستان
خواهش میکنم با دقت باشید. اول صحبت کنید. ولی من انشالله یک برادر هست نمراش میمونم آنالیزاتون رو در همون تازه بسپاره بعد بیایی اصلی کاراتون رو در اینجا ببینید. همون جواب آنالیزار این دختران رو میده میتونن دختران خوبن اما آنالیزار چه قیمتن. خواهش میکنم کارت خواهرچه زبیربند داره در تاجیکستان در مسکو کار میکنم. ای اکم باشه الف بانک با خاطر الله گپ زیادی ننویسید. این مردک فرزند شد پیلوسین ببینه که استمرار خودش با خاطر فرزند چقدر عزیز اوندا که میتونه 1 روبل میپردازه 10 روبل میپردازه 1 سوم میپردازه. کسی داره شرایط کسی نداره. خواهش میکنم در هم کامنتر یک دعای خوب بنویسید برای که این آدم مجبور در اکران میبراید یا کمی ویدیو رو فهم کنه با دیگران با آدمی در کاری. اگر بلاگر رو ببینه با خاطر الله با خاطر همین اکران همین چی کنه همین نوار رو فهم کنه. خداوند گذشتگان تا رحمت کنه. رحمت برای همه دستگیریتون والدان که دستگیری میکنه. یک دم رقمی که الف موندگی با واتساپ هم واتساپ دارم. ما واتساپ میمونم زنگ میزنم. ما واتساپ اکرم دارم میمونم الف بانک میمونم زبیر بانک خواهرش میمونم. هر دوی هم صحبت شه ببینید دوستان بعد کمک کنید. رحمت برای دستگیریتون ان شاء الله با سه شید اما رزولتش نشون میده. رحمت در مدت. السلام علیکم. بسم الله. واه تموخی Şimdi push. خپیدگی هم تو صحبه تا خپیدگی هم سر تو درسته؟ بقیه نه والله ها؟ سر تو درسته آخی؟ کما که میتا 5 روز بعد خستگی فهمیدی؟ خود یو فقط تو را یهودا میتا لیکن کوشش تو را کردن نکنه فهمیدی؟ حرکت بگم حرکت بگم اسم کامل باز الله Umid به پیش. حرکت خود بس کو سپورت کرو پکڑنا ہے چلے خود سب کچھ اپڈیٹ کرے گا صرف سپورٹ کرو تم لوگ واکنگ کرنا ہے کیا Konuş. چلو یار چلو چل ها ومشو تو درست ہے حکم موجود Olik vay. Oysta زور نبیویش کم بابا تموم مادردس اینا چیشتی کنی چیشتی پجامه لیا الحمدلله. این امید جان خورده شده مردمی تاجیک. این یک هندی دیدی با تاجیکی گپ زدی. یکی از شخصان بهترین محمود که در مردم مسلمان و تاجیک خدمت کرده. خشم الحمدلله مسلمان. ان شاء الله برای یک برنامه خوب میکنیم برای برادری که خدمت کرده در تاجیک. امید جان این پاکی همش چی است. ان شاء الله خورده است. خصوصا برای اکه محمود یک برنامه خوب میکنیم که چخیل هندوستان کسی اومدی رقماش میمونم قطعش صحبت میکنیم. اول پیش اومدن تو پانالیز صحبت میکنیم با میوی ان شاء الله برنامه خوب میکنیم. انتظار باشید. خوشحالی میکنیم برای تو درکا رئیس گردو این خورده است. او اجا خودت همه چیز میتیان شکمکش سیر تلویزیون موندگی شرایط خوب الحمدلله جای خویمو خوشحالی است. الحمدلله. دعا گو باشه دوستان. همه در بخاطر الله دوست می‌دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ویدیو را انتظار باشید. خیلی تو رو دینا ویدیو تو کردم. ویدیو تو کردم تماشا کرده. خواهرای من بیاره که ویدیو سخت دیگه تو میکنم. یارو چیست خیلی رو.